29 اپریل در قصر میلاد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای میلاد محترم امامعلی رحمان رئیس انسامبل پارلمانی سازمان امنیت و همکاری در اروپا عضو پارلمان فنلاندیا خانم پیا لیسا کاوما را به حضور پذیرفتند. در ملاقات حالت کنونی و دورنمای مجموعه همکاری تاجیکستان با سازمان امنیت و همکاری در اروپا از جمله رابطه‌های بین پارلمانی بررسی گردید. پرزیدنت کشور تاکید نمودند که تاجیکستان سازمان را همچون اتحادی مهم برای مکالمه سازنده در دایره هر سه چینک نظامی و سیاسی، اقتصادی و محیط زیستی و انسانی می‌داند. تاکید گردید که تاجیکستان اولویت‌های ریاست فنلاندیا را در سمت پیشگیری از نزاع‌ها در پهنای سازمان امنیت و همکاری در اروپا، ایجاد اعتماد، مبارزه با جنایت‌های دارای خصوصیت فراملی و دیگر موضوع‌ها دستگیری می‌نماید. ضمن بررسی مسائل امنیت، تحکیم شریکی در مقاومت با خطر و تهدیدهای گلوبالی از جمله در دایره روند دوشنبه عاید به مبارزه با تروریسم و مبلغ گذاری آن مهم دانسته شد. همزمان تاکید گردید که حل مشکلات امنیتی همان و اندیشیدن تدبیرهای منبعده هماهنگ را تقاضا می‌نماید. وابسته به چینک اقتصادی، محیط زیستی، تحکیم همکاری برای راه‌اندازی لایحه‌های مؤثر مطابق به هدف‌های رشد استوار به خصوص جهت تقویت بخش‌های واقعی اقتصاد، بهبود زیرساختار و رشد منطقه‌ها موافق مقصد دانسته شد. مسائل وابسته به مدیریت ذخیره‌های آبی و انرژتیکی، تغییریابی اقلیم و پیشگیری آفت‌های طبیعی نیز از جمله اولویت‌های همکاری نامیده شد. تامین برابری گندری، توسعه شرکت زنان در حیات اجتماعی و اقتصادی و حفظ حقوق و آزادی‌های انسان از موضوعهای مبرم ملاقات بود. تأکید گردید که در چینک انسانی جانب تاجیکستان آماده است همکاری را با سازمان در دایره استراتژی ملی جمهوری تاجیکستان در ساحه حفظ حقوق انسان برای دوره تا سال 2038 ادامه دهد. گفتگوی سودمند همچنین دایر به موضوعهای علاهیده بین المللی و منطقوی از جمله برطرف نمودن بحران‌های موجوده و ایجاد فضای باوری و اعتماد در پهنای مسئولیت سازمان امنیت و همکاری در اروپا صورت گرفت.